به 34 ساله رسید، به من پشت من خواستگاری نامدن. امروز خواهرای هستن 25 ساله شدن، یکم وقت به ما میگن که بخت ما بسته شده، یکم چیزی بده بخت ما باز شود. این دختر خودش قسم میکنه، میگه سن ما به 34 رسید، هیچ کسی پشت در ما نیامد برای خواستگاری من. هم سن و سالای ما خو وقت ازدواج کرده بودن، بچه هایشون 10 12 ساله و 15 ساله شده بود. میگه هر دختری که از قوم ما ازدواج میکرد آنقدر فشار سر دل ما میامد، آنقدر فشار سر دل میامد، اما صبر میکرد. میگفتم خدایا یک روز قفل مرا هم باز میکنی، چون تو مهربانی. گفت بعد از 34 سال سن ما یک مرد آمد به خواستگاری من، خیلی خوشحال شدم که الان دیگه زمانش فرا رسید به خیر، آرزوهای ما به حقیقت مبدل میشه. خیلی سخت است، یک دختر وقت سنش از 20 به بالا میره نگرانیش بیشتر میشه. بازو زنایی که مقدار سر و صورت هم نداشته باشن خیلی نگران میشه. میگه بعد از اینکه این مرد خواستگاری ما آمد با هم نامزاد شدیم. مادرش به اطلاع بود. بعدش روز سوم یا چهارم بود مادرش گرفته آورد تا مرا ببینه. میگه مادرش که آمد به صورت مسیح کرد، گفت دختر جان سن تو به 40 رسیده. میگه برش گفتم مادر سن من 34 است. گفت نه، ما آرزوی نواسه دارم که زود نواسه در بغل خود بگیرم. سن تو به 40 رسیده، چه دانم از تو اولاد شود. میگه همین روز فسخ نکاح کرد. بچه‌ش گفت که طلاق بده، گفت من را طلاق داد. میگه اون غم سابق چی بود که این غم چند برابر شد، مثل یک کوهی به سر شانه های من. اما باز هم گفتم خدایا تو مهربان هستی، پروردگار ابتلا میکنی، آزمایش میکنی. گفت آنقدر غم اندوه مرا فشار داد که هر چه تلاش میکردم فراموش بکنم این غم را، ولی مرا آزار میداد. شبها گاهی وقت دور از چشم پدر و مادر زیاد گریه میکردم که من عمر من قسم تا چه وقت بار دوش پدر و مادر و برادر باشم. میگه بعد از 6 ماه پدرم، چون پدر هست دیگه اولادش دوست داره، به دخترش گفت که دخترم مقدار پول ما جمع کردیم تو رو به عمره میفرستم، یک حج عمره بکن. میگه من هم چون غمها در وجود من جا گرفته بود، میخواستم یک چند وقت قوم خدا نبینم، دخترای اطراف خدا نبینم، همسایه‌های خدا نبینم که بسیار هر وقتی که میدیدم خجالت میخوردم. گفتم خوب است پدر جان، میرم به حج عمره. رفتم به مراسم حج عمره. اونجا که رفتم بعد از طواف در مقام ابراهیم 1-2 رکعت نماز خوانده میشه. اونجا شما که رفتین بخیر باز مقام ابراهیم میبینید، بی جایی که رفته دیده. گفت 1-2 رکعت نماز خواندم، دستای خود بلند کردم و دعا میکردم. دلم که دریای غم است. 34 سال عمر دراز است، انتظار شوهر، 34 سال حفظ آبرو، 34 سال ترس خدا در وجودت، حرام هم کرده نمیتونی، به حرام هم توجه کرده نمیتونی. خیلی سخته 34 سال عمر. میگه دست خود با دریای از غم که در قلب من بود، در دل من بود، به سمت الله دراز کردم، دعا میکردم. یک زن در پهلوی من نشسته بود، این با آواز بلند دعا میکرد و گریه میکرد. یک آیه را زیاد تکرار میکرد، و کان فضل الله علیک عظیما، و کان فضل الله علیک عظیما. معنایش این است فضل پروردگارت، لطف پروردگارت، عنایت پروردگارت، رحمت پروردگارت بر تو بزرگ است، بر تو زیاد است. آیه 113 است از سوره نساء. میگه من آهسته به زن نزدیک شدم، به بهانه میدهندت. گاهی وقت زنجیر محبت خدا در گردنت انداخته میشه، تو رو به یک سمت میکشونه، خودت نرفتی کشانده شدی. تو رو در کنار انسان میبره، در کنار زن پارسا و عابده و صالحه الله گاهی وقت قرار میده که کلید، ماستر کلید به دست او زن است. میگه من به این زن نزدیکتر شدم،
میگه زن به چهره من نگاه کرد. دو مراسم حج باز خیلی انسان مهربان میشه. خب خانه الله هست دیگه، محل برکت و رحمت است. میگه من داستان خود به میزن قصه کردم و هم گریه میکردم، پیش خانه خدا نشستیم دیگه، هم گریه میکردم هم داستان خود قصه میکردم به این زن. میگه زن سر من گرفت در آغوش خود، برای من گفت ولسوف یعطیک ربک فترضی. سوره والضحی هست. ولسوف یعطیک ربک فترضی. خواهر من نگران نباش، آیه است. ولسوف زود است که پروردگار تو آنقدر به تو عطا بکند تا قلب تو را راضی و خشنود بگرداند. این معنای آیه است. میگه ولسوف یعطیک ربک فترضی. میگه وقتی این آیه را خوان من فکر کردم که یک بار کلان و گرنگ را از سر شانه های من برداشت. قلب من پر از رحمت شد، قلب من پر از آرامش شد. میگه من بعد از مراسم حج برگشتم، همه کس به دیدن من می آمد. دیر نگذشت که کس خواستگار آمد پشت من. دیر نگذشت. من این آیه را زیاد تکرار میکردم ولسوف یعطیک ربک فترضی. گفت یک کس خواستگار آمد. بعد از ای که این خواستگار آمد بدون چون و چرا، بدون کدام کشمکش، من نامزاد شدم به این مرد. واقعا این مرد زندگی من بود. گفت خدا این تحفه را به من عطا کرد. مرد عجیبه. گفت وقتی به این نامزاد شدم هر روزم زیباتر بود، هر روزم جوانتر می شدم، غمها فراموش می شد. گفت با هم ازدواج کردیم. 2 سال تیر شد، هنوز خبر نبود از اینکه من حامله هستم یا نیستم. 2 سال از عروسی من تیر شده بود. یک کمی نگران شدم که شاید ولی یک مصیبت دیگه هم دامن من گرفته باشه. ولی ولسوف یعطیک ربک فترضی را میخواندم همیشه، چون من از این نسخه آرام شده بودم. میدانستم که این نسخه ارتباط بنده با خداست. میگرفتم پیش دکتر. بعد از اینکه دکتر مرا معاینه کرد برام گفت که مادر جان نگران نباش، تو حامله هستی. میگه برق خوشی چشمای من روشن کرده بود که خدایا تو چقدر لطیف و مهربانی، تو چقدر کریم هستی. میگه از دکتر پرسان نکردم که تو یک دفعه باز اولتراساوند بکو ببین که بچه است یا دختر است. گفتم نه، آنچه که خدا میدهد من به اون راضی هستم. میگه من از دکترم پرسان نکردم که یک دفعه بیبی بچه است یا دختر است. میگه بعد حمل بزرگتر میشد و من هم گریه هایم بیشتر میشد، گریه میکردم، چون هر وقت نعمت خدا، لطف خدا، رحمت خدا به یادم میآمد و این خشوع خوبا میدیدم، این خسر خوبا میدیدم، این شوهر خوش اخلاق میدیدم. یعنی قلب من روشن‌تر میشد. اون دخترهایی که پیش من ازدواج کرده بودن آنقدر بدبخت بودن. میگه وقت زندگی از اونها رو میدیدم که فقط تاریک است، هیچ خوشبختی در زندگیشان نیست، شکایتشان به همه جا برآمده. ولی من آغاز زندگیم بود، قسم لذت میبردم از زندگی. فکر میکنم تازه از مادر تولد شده، تازه بهار زندگی من شروع شده. گفت پرستش خدا بیشتر شد، نمازهای شب میخواندم، گریه ها میکردم، تا اینکه مرا بردن به شفاخانه. گفتن که امروز درد به من رسید، گفتن روز وضع حمل است. میگه بعد از این ساعت و 2 ساعت من چشم خود را باز کردم، دیدم که همه میخندن بالای سر من، خوشویم است، شوهرم است، همه بالای سر من میخندن. برش گفتم چرا خنده برای چی؟ گفت خدا 2 تا اولاد برای تو داده، یکیش دختر است یکیشم بچه.